هذا النور شفاء صدور. با نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، موضوع امروزه ما 7 گروهی که در روز محشر قیامت در سایه عرش خداوند قرار دارند. از ابو هریره رضی الله تعالی روایت است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: 7 گروه است که در روز قیامت در زیر سایه عرش الهی قرار میگیرند و از گرمای طاقت فرسای آن روز در امان نمونند. یکم، حاکم و پیشوای عدالتکار. دوم، جوانی که جوانی خود را در عبادت خداوند سپری کرده است. سوم، مردی که قلبش وابسته به مسجد است. وقتی که از مسجد خارج می شود، انتظار می کشد که تا وقت نماز دیگر فرا رسد و باز به مسجد برگردد. در دیگر حدیث می آید مؤمن در مسجد مانند ماهی در آب احساس آرامش می کند، اما انسان منافق در مسجد مانند پرنده است در قفس تلاش می کند که از قفس آزاد شود. پس مؤمن در مسجد آرامش پیدا می کند و دوست دارد که در مسجد باشد، و منافق اگر هم به مقتضای زمان به مسجد می آید، هر چه زودتر می خواهد که از مسجد خارج شود و مسجد برایش مانند زندان است. چهارم، 2 نفری که به خاطر خداوند با هم دوست شدند و به خاطر خداوند از هم جدا شدند. پنجم، جوانی که زن زیبا و صاحب منصب او را به فحشا یعنی زنا دعوت می کند و او در جوابش می گوید: من از خداوند می ترسم و گرفتار چنین عمل زشت نمی شوم. ششم، شخصی که با دست راست خیر و صدقه می کند اما دست چپش خبردار نمی شود. هفتم، شخصی که در خلوت ذکر و یاد خدا را می کند و از چشمانشان اشکها جاری می شود. اینها 7 گروه هستند که در روز قیامت در زیر سایه عرش خداوند قرار می گیرند. آن روزی است که خورشید در چندین کیلومتر زمین قرار می گیرد. روزی که انسان ها همه ببینید دیوانه و مست هستند، اما آنها در حقیقت مست نیستند. این حالتی که به آنها رخ می دهد به خاطر شدت عذاب الهی و ترس و وحشتی که در میان محشر وجود دارد. بی‌ترسید از آن روزی که هیچ انسان نمی تواند برای شخص دیگر کار انجام دهد. روزی که هیچ انسان گرفته نمی شود که در عذاب او تخفیف پیدا شود. روزی که شفاعت هیچ انسان بدون اذن الهی پذیرفته نمی شود. دو چیزی که در دنیا برای شما انسان ها سودمند است، در آخرت سود ندارد. یکی دارایی و ثروت که این مشکل انسان را در زندگی می تواند حل کند، و دیگر فرزند است که می تواند در همه حالت با شما همراهی نماید. خداوند می فرماید این دو چیزی که برای شما انسان ها سودمند بودند در آن روز برای شما سود نخواهد داشت. تنها کسان نجات می یابند که با قلب پاک از شرک و نفاق، کینه، ریا و همه صفات های رذیلانه دور باشند. خداوند می‌فرماید روزی که آدمی از برادرش می‌گریزد و از پدر و مادرش و از زن و فرزندش، هر کسی را در آن روز کاری است که به خود مشغولیت دارد. چهره‌های در آن روز درخشانند و خندانند و شادانند و چهره‌های در آن روز غبارآلودند، در سیاهی فرو رفتند. اینها کافران و فاجران یعنی بدکاران. سوره عبسه آیه 34 تا 42. آن روزی است که هیچ چیز به درد انسان نمی‌رسد، تنها اعمالشان. از پی آنچه که ندانی که چیست مرو، زیرا گوش و چشم و دل همه را به آن بازخواست کنند. سوره اسراء آیه 36. خداوند می‌فرماید در آن روز مردم پراکنده از قبرها بیرون می‌آیند تا اعمالشان را به آنها خداوند بینماید. پس هر کسی به وزن ذره نیکی کرده باشد آن را می‌بیند، پس هر کسی به وزن ذره بدی کرده باشد آن را می‌بیند. سوره زلزله آیه 6 و 8. در آن روزی که وقتی تابش گرمای خورشید چندین برابر دنیا می شود، قابل مقایسه نیست. هر انسانی به اندازه گناهی که در دنیا کرده است زیر عرش در جوش است. بعضی ها تا بجلک پایها، بعضی ها تا زانو، بعضی ها تا میان، بعضی ها تا گردن، بعضی دیگر سر تا قدمشان می جوشد. در آن روز خداوند متعال این 7 گروه را در زیر سایه عرش خویش قرار می دهد و از آن گرمای طاقت فرسای آن روز نجات می دهد. دوستان من، خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.